آمد ماه فرقان، خوش آمد ماه قرآن، خوش آمد ماه. خدای ستا رضا غواړو زو پجر گزرو ندرلو هلی ارمانو ندرلو ستا درد سوالو ندرلو خدای ستا رضا غواړو زو پجر گزرو ندرلو هلی ارمانو ندرلو ستا درد سوالو ندرلو منو بے حدا گناہگار یو پدی وینا پدی قرار یو خوستا کرم تا امیدوار یو منو بے حدا گناہگار یو پدی وینا پدی قرار یو خوستا کرم تا امیدوار یو اخجڑ سلگئی زارئی سوی فریادو ندرلو اخجڑ سلگئی زارئی سوی فریادو ندرلو خدای ستا رضا غواړو زو پجر گزرو ندرلو هلی ارمانو ندرلو. ما با مابین بازار زندگی میکنم، وضعیتم زیاد خراب بود. تلویزیون ملی تشکری میکنیم که آمد همی بیادرها وضعیت ما زیاد خراب بود که ما همی کمک کرد و ما زیادم از پیشش خواهش دارم که دیگه با ما دوامدار کمک کنه که بچه ما بی سرپرست هستم، وضعیتم زیاد خراب است. از مؤسسه قریشی ما زیاد تشکری میکنیم که ما همی کمک کرد. از ما دیگه خواهش دارم که ما دیگه کمک کنیم. از دولت ما خواهش دارم که ما کمک کنه. ما بی سرپرست هستم، وضعیتم زیاد خراب است. از همین کلی بیادرها زیاد تشکر که آمد خبری مرا گرفته و قیمه هم که کمک کنه. سلام احترام دارم. از طریق رادیو تلویزیون ملی خبر شدیم که خواهر ما که دارای 6 طفل است در قلب شهر طارقان زندگی میکنه و اصلشان هم از آقتاش قندوز هستند. شوهرشان رها کرده رفته و در یک خانه بسیار ویرانه زندگی میکنه که هر دقیقه برآمدن ما رو گشتم این چیزها هست. وضعیت بسیار بدی قرار داشتن. وقتی که من خبر از تلویزیون ملی شنیدم دیگه احساس کردیم که مستحق‌ترین افراد اینا آمدیم اینجا با یک مقدار مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن، پیاز، کچالو، صابون و رب این چیزا است و در پهلوی از خانه‌شان که دیدم فرش نداشت، یک مقدار فرش هم با خود آوردم تا اینکه در خانه‌شان فرش بکنم بالای از بشینم. و ما انشالله کوشش میکنم که از طریق نهاد خیریه خودمان که به نام القریشی است به شکل دوامداری مادر را تحت پوشش قرار بدیم و در یک خانه نسبتا مناسبتر باشه که کرای پایین‌تر داشته باشه، از اینجا به جای دیگه انتقال بدیم و به شکل دوامدار اینا را تحت پوشش قرار بدیم. ستا درد سوالو ندرلو منو بے حدا گناہگار یو پدی وینا پدی قرار یو خوستا کرم تا امیدوار یو منو بے حدا گناہگار یو پدی وینا پدی قرار یو خوستا کرم تا امیدوار یو اخجڑ سلگئی زارئی سوی فریادو ندرلو شبی قدرش زیبا آمد کلامی از دان، بر تو هر دم مسلمان مبارک شد رمضان، بر تو هر دم مسلمان مبارک شد رمضان.
دلها گشته چی روشن از صدای حافظان. ای بلبل خوش الحان بیایید بر گلستان، ای بلبل خوش الحان بیایید بر گلستان، ای بلبل خوش الحان بیایید بر گلستان. مبارک ای مسلمان آمد ماه رمضان، خوش آمد ماه قرآن، خوش آمد ماه فرقان، خوش آمد ماه قرآن، خوش آمد. کمک هرچند کم است ولی به خاطر از اینکه برای چند روز بتانیم از شما دستگیری بکنیم، این مواد آوردیم که شامل روغن است، آرد است، برنج است و یک سیر شکر است. برای 50 خانواده ما را تنظیم کرده بودیم که از جمله 50 خانواده یک خانواده شما را در نظر گرفته بودیم. تشکری میکنم از استاد فقیر زاده که ما را در جریان قرار دادن. انشالله در برنامه‌های بعدی اگر در ماه مبارک رمضان یا بعد از رمضان اگر داشته باشیم انشالله شما را ما تحت کوشش قرار میدیم. کوشش میکنیم که کمک ها برتان به شکل دوامدار برد. سوي فريادون درلو بسم الله الرحمن الرحیم. دستگیری در ماه مبارک رمضان هر کسی که کار میکنه ثواب بیش از حد داره. خصوصا ماه مبارک رمضان ماه پرفضل پربرکت است و بنیاد القریشی که 40 بستیش کمک‌ها را ما بالفعل برای خانواده‌های بی‌وضاحت توزیع کردیم و 10 تا از این کسایی که نمیتونستن بیان در اونجا تا کرای تاکسی را نداشتن، کرای ریکشا را نداشتن، ما آمدیم 10 کمک پشت سر در پشت خانه‌شان در داخل خانه‌شان تسلیمشان کردیم و کسایی که مستحقین واقعی بودن از طریق تلویزیون ملی، از طریق دیگر رسانه‌ها یا نشر شد که بسیار مردمای فقیر هستند، ما رفتیم در روزشان تک تک کردیم، کمک‌ها رو برشان رساندیم و ما از تجارای بین‌المللی و از تجارای خصوصا ولایت تخار تقاضا حاضر می‌کنیم که در ماه مبارک رمضان دست همچو فرزندا را بگیرن تا که یاد دقل بتونن که مشکلشون در یک ماه یا بیشتر از او رفع بسازن و در پولی از او ما منعیسی مسئول TLC ایره برای تمام این خانوادهایی که به وضاحت بودن، این 10 خانوادهایی که ما اکتورشون دیدیم، ما میتونیم که برنامه تعلیمی از این خصوصا برنامه آموزشی را به طور رایگان در نهاد ما یاد درس بخونیم. فریادون درلو اخذر اصل غیزاری سوی فریادون درلو خدای استا رضا غواړو زو په جرګو زړونه درلو هیله ارمانونه درلو ستا درد سوالونه درلو خدای رحمان او رحیم غفار وهاب او حلیم. تشکر میکنم که ما غریبان اینو یاد کردن. تشکر زیادی. شب و روز بخواندنی سحر برخیز مسلمان عادت بکن شب او کریم خدای رحمان او رحیم غفار وهاب او حلیم ودود منعم او کریم مونږ دې په دې ښکال نامو نور تواصلونه درلو مونږ دې په دې ښکال نامو نور تواصلونه درلو خدای ستا رضا غواړو زو په جرګو زړونه درلو روز بخواندنی این قرآن عادت بکن شب و روز بخواندنی این قرآن.